روزی از روزا در سرزمین جادویی کریستریا 2 خواهر درباری بودن که با هم حکومت می‌کردند و برای تمام سرزمین هماهنگی ایجاد می‌کردند. برای این کار خواهر بزرگتر با قدرت شاخش خورشید رو به آسمون می‌آورد و خواهر کوچکتر ماهو بیرون می‌آورد تا شب بشه. بنابراین 2 خواهر برای سرزمینشون و از کوچولوها با همه چیز تعادل ایجاد می‌کردند. اما بعد از مدتی خواهر کوچکتر ناراحت شده بود. از کوچولوها هر روز بازی می‌کردن و خوش می‌گذروندن. خواهر بزرگتر مجبورش کرد که بازی کنه، اما اون خوابید و به خواب زیبایی فرو رفت. در یک روز سرنوشت ساز اسب شاخدار کوچکتر ماهو بیرون نیاورد. خواهر بزرگتر سعی کرد اونو قانع کنه، اما سیاهی به قلب اون وارد شده بود و اونو به یه اسب ماده بدجنس تبدیل کرده بود. تایمیر ماه اون قول داد که زمین رو به یه شب ابدی فرو ببره. خواهر بزرگتر از بیشترین قدرت شاخش استفاده کرد، از عناصر هماهنگی. اون با استفاده از این قدرت خواهر کوچکترش رو شکست داد و برای همیشه اونو تو ماه زندانی کرد. خواهر بزرگتر مسئولیت روز و شب رو با هم بر عهده گرفت و هماهنگی دوباره به کریستریا برگشت. عناصر هماهنگی؟ میدونم قبلا یه جایی اینو شنیدم، اما کجا؟ پونی کوچولو، اسب کوچولو، دوست کوچولو، کی میدونه آخرش چی میشه؟ اسب کوچولو پونی با رفیق کی میشه؟ پر شادی، پر خنده، میشه چند تا سیب بگی ببنده، همش شو مهربونی، اینجا همه پاک آسمونی، پاک آسمونی. چی میشه؟ دیره کجایی سارلایت؟ مندرسون یه مهمونی کوچولو تا حیاط قلعه‌شون گرفت تو هم میای؟ ببخشید دخترا، من کلی درس دارم که باید بخونمشون. اون اسب کوچولو کار دیگه ای جز درس خوندن نداره. اون به کتاباش بیشتر از دوستاش اهمیت میده. در مورد عناصر هماهنگی یه جایی شنیدم، مطمئنم. هی سلام. اسپایک تو اینجایی؟ زود باش، کتاب قدیمی پیشبینی و غیبگویی رو برام پیدا کن. اون دیگه چیه؟ خب این کادو واسه موندنسر بود، اما اسپایک میدونی واسه این چیزا وقت نداریم. ولی الان تحصیلاتمونه. نه پیداش کردم. عناصر این عناصر هماهنگی. دیدن اسب توی ما. اسب توی ما؟ ولی این که فقط یه افسانه هست. اسب توی ما. اسبی توی ما یه داستان قدیمی. یه اسب کوچولوی قدرتمند که میخواسته توی این سرزمین حکومت کنه. به وسیله عناصر هماهنگی شکست داده شده و تو ما زندانی شده. طول تنین روز سال ستاره ها بهش کمک میکنن فرار کنه و اون با خودش تاریکی رو میاره. اسپایک میدونی معنیش چیه؟ یه یادداشت برای پرنسس بنویس لطفا. باشی معلم عزیزم، طبق مطالعات من روی افسانه از کوچولوها به این نتیجه رسیدم که ما الان در آستانه یک فاجعه هستیم. مایسا آشتا؟ آستانه نزدیک. یعنی یه اتفاق بد داره میفته. باید حواسمون رو جمع کنیم. اون اسب ماده‌ای توی ما همون نایتمرمونه و میخواد به کریستریا برگرده و اینجا رو برای همیشه شب کنه. باید یه کاری کنیم که این اتفاق نیفته. منتظر جواب شما هستم. دانش آموز نمونه شما توایلایت اسپارکل. توایلایت اسپارکل نوشتم. خوبه؟
بفرستش. الان البته. راستش نمیدونم توایلایت. پرنسس سلستیا الان درگیر جشن تابستونه خورشیده، پس در اینجا شروع میشه. دقیقاً اسپایک. پس فردا 1000مین روز جشن خورشیده و ضروریه که همین الان به پرنسس اطلاع بدیم. فهمیدی؟ زرو خب باشه خب فرستادمش، اما من مسئولیتشو نمیپذیرم. من نگران نیستم اسپایک، چون پرنسس کاملا به من اعتماد داره. در تمام این سال اون معلم من بوده و هیچ وقتم به من شک نکرده. دید چقدر سری به هم جواب داد. توایلایت عزیزم، وفادارترین دانش آموزم، میدونی که من قدر زحمتهای تو رو میدونم و بهت اعتماد دارم، اما دیگه نباید این افسانه‌های مسخره رو باور کنی ها. توایلایت عزیزم، یه حزبی کوچولو غیر از درس خوندن کاره دیگه هم باید انجام بده. برای همین من تو رو به شهری که امسال توش جشن تابستونه برگزار میشه میفرستم، پونیویل. در این جشن شرکت کنه، یه وظیفه مهم داری که باید دوست پیدا کنی. این قسمتشو گوش کن توایلایت. پرنسس ترتیبی داده که تو هنوز تو کتابخونه بمونی. این خوشحالت نمیکنه؟ چرا میکنه؟ میدونی چرا؟ چون من میرم و با سرعت کاره این جشن رو انجام میدم و بعدش هم میرم کتابخونه که یه مدارکی پیدا کنم تا برگشت نایتمون رو ثابت کنم. اما دوست پیدا کردن چی میشه؟ پرنسس بهم گفت که روی کاره این جشن نظارت کنم. من شاگرد وفادارشم، وظیفه‌مو خوب انجام میدم، اما سرنوشت کریستی را یا دوست پیدا کردن تغییر پیدا نمیکنه. ممنونم آقایون. شاید از کوچولوهای توی پونیویل حرفای جالبی داشته باشن. توایلایت حداقل امتحانش کن. سلام. بله درسته، چه حرف جالبی زد. لیست جشن تابستونه خورشید شماره 1، آماده سازی مهمانی، زمینای سیبی شیرین. خیلی خوب، بیا بریم. روز بخیر، من توایلایت اسپارکل هستم. خانم توایلایت از آشناییتون خوشحالم. من اپل جک هستم. ما اینجا تو زمینه سیب شیرین حتما دوستای خوبی میشیم. دوست راستش من. خب چی کار میتونم براتون بکنم؟ راستش من اومدم کاره جشن تابستونی خورشید رو انجام بدم. غذا به عهده شما. بله البته میخواین یه خورده ازش بچشیم؟ بله اگه زیادتون نمیکشه. سوپ آماده است از کوچولوها. حالا خانواده اپل رو بهتون معرفی بکنم. ممنونم، اما من واقعا عجله دارم. ایشون اپل فریتر هستن، اپل پامکین، رد گالاس، رد دلیشس، گلدن دلیشس، کارامل اپل استرودل، اپل چارت، اپل سینامون کریسپ، بیگ مکینتاش، اپل بلوم و مادر بزرگ اسمیت. بیدار شما در بزرگ اسمیت، ما مهمون داریم. چه خبر شده؟ سوپم آماده شده؟ خوب اومدم. تو دیگه جزو خانواده ما هستی. خب میبینم که وضعیت غذا خیلی خوبه، بنابراین بهتره به راهمون ادامه بدیم، مگه نه؟ تو پیش ما نمیمونی؟ ببخشید، اما من خیلی کار دارم. باشه. غذاها خوبن، حالا نوبت وضعیت هواست. آی من خیلی شیرینی خوردم. خب اینجا یه اسبی که اسمش ریمبو دشه و ابرا رو تمیز میکنه. معلومه که کارشو خوب انجام نمیده، مگه نه؟ ببخشید. بذارید کمکتون کنم. فکر کنم
خیلی زیادی آب رود ریختم. حالا خوشگل میکنم. خودم درستش کردم. نه تشکر لازم نیست. خواهش میکنم. بذار حرف بزنم. تو ریمبو دش هستی درسته؟ من تنها ریمبو دش این محلم. ببینم چیزی ازم شنیدی ها؟ شنیدم که باید آسمون رو تمیز نگه داری. من توایلایتم. پرنسس منو فرستاده تا وضعیت هوا رو چک کنم. آره این که کاری نداره. من تو 1 ثانیه درستش میکنم. اما بعد از اینکه تمرینم تموم شد. تمرین برای چی؟ واندربولت. اونا تو جشن فردا برنامه اجرا میکنن. منم میخوام بهشون استعدادمو نشون بدم. واندربولت؟ آره با استعدادترین اسبای بالدار تو کریستیریا؟ آره خودشونن. بابا اونو هیچ وقت یه پگاسوس که حتی نمیتونه آسمون تمیز نگه داره قبول نمیکنن. هی من میتونم آسمون تو 10 ثانیه تمیز کنم. خب ثابت کن. این ور اون ور اونجا اینجا اون ور. هی تموم شد. چی گفتم؟ دقیقاً 10 ثانیه. من هیچ وقت از زیر کارهایی که باید انجام بدم در نمیرم. قیافت خیلی خنده دار شده توایلایت. خیلی خنده دار شدی. به امید دیدار. خداحافظ. وای اون بی‌نظیره. ببین موهات خیلی بدم نشده ها. خب تزیینات خیلی قشنگه. آره تزیینات خیلی قشنگه. همه چی خوبه. من باید سریع برم به کتابخونه چون وقت نداریم. اونجا رو نمیگم. نه خدایا نه. خب قیافم چطوره؟ خوشگلم؟ روز بخیر. یه لحظه لطفا. دارم اینجا رو تزیین میکنم. آره این روبانا خیلی برای تزیینات خوبن. نه خیلی دوستشون دارم. وای خدایا. خب چطوری میتونم کمکشون؟ خدایا من چی به سر موهات اومده ها؟ چه اتفاقی واسه افتاده؟ منظورت یالمه. خب داستانش مفصله. من اومدم ببینم دکور جشن چطوره. بعدم میرم و موزه بری. ولی موهاتو دیدی چه شکلی شده؟ صبر کن. منو کجا میبری؟ نه خیلی سبزه خیلی زرده. یکی هم پف داره. اصلا پف نداره. خیلی شلوغه. خیلی هم براقه. این خیلی خوبه. خب اهل کجایی؟ من اعضایی کنترلایت اومدم. کنترلایت؟ وای من خیلی اونجا رو دوست دارم. همه چی اونجا پر زرق و برقه. همیشه آرزو داشتم اونجا زندگی کنم. نمیتونم صبر کنم. بگو ببینم اونجا چه خبره. آره زود باش بگو. ما میتونیم دوستای خوبی باشیم. من و تو زمرد. من چرا برای تو زمرد آوردم؟ میرم یاقوت بیارم. زود باش بریم تا یه لباس دیگه تنم نکرده. میگم اون بی‌نظیر نبود. حواستو جمع کن. برنامه بعدی چیه؟ موسیقی این آخریشه. وای خدا بس کنین لطفا. ببخشید آقا نمیخوام ناراحتتون کنم ولی یکم خارج از نوت میخونین. حالا همراه من 1 2 3 2 3. سلام. آی ببخشید نمیخواستم پرنده هاتون رو بترسونم. من اومدم ببینم موسیقی برای جشن چطوره. من توایلایت اسپارکلم. اسم شما چیه؟ من فلاترشای هستم. ببخشید چی؟ من فلاترشایم. بازم نفهمیدم چی گفتی. خب مثل این که پرنده هات برگشتن. به نظرم همه چی مرتبه. به کارتون ادامه بدین. باشه. آسون بودا.
یه بچه اژدها. حالا یه بچه اژدها ندیده بودم. تو خیلی بامزه‌ای. اوه خدای منو این میتونه منو دوست داری. وای تو میتونی حرف بزنی. من نمیدونستم که اژدها هم میتونه حرف بزنن. این واقعا جالبه. زبونم بند اومده نمیدونم چی بگم. خب اگه اینجوری بهتره که بریم. سب کن اسمت چیه؟ اسپایک. سلام اسپایک. من فلاترشای هستم. وای اژدهای سخنگو. خب در مورد اژدها بهم بگو. چی میخوای بدونی؟ خب راستش همه چیو. جونم واسط بگی که اولش یه تخم سبز و بنفش بامزه بودم، بعدشم و این بود داستان همه ی زندگی من، البته تا امروز. میخوای راجی به امروزم بگم؟ آره لطفا. خیلی معذرت میخوام. ببینین چقدر زود رسیدیم. من تا وقتی که توی پونیویل هستم اینجا زندگی میکنم. من و اژدها کوچولو نیاز داریم که بخوابیم. نگاش کنین. اینقدر خساس که حتی نمیتونه چشاشو باز کنه. الان دیگه وقت خواب کوچولو. آره باید بخوابونمش. بای بای. خیلی رفتارت بد بود. ببخشید اسپایک، ولی من باید ثابت کنم که پرنسس نایت میمون داره میاد و دیگه وقتی نداریم. و برای اینکه کتاب بخونم باید تنها باشم تا تمرکز کنم. این اسبا همیشه دنبال پیدا کردن دوستن. سورپرایز. خب اسم من پینکی پایه. این مهمونی هم برای تو برگزار کردیم. خوشحال شدی یاره؟ خیلی سورپرایز شدم ولی فکر میکنم کتابخونه باید ساکت باشه. چی؟ خب مسخره است. منظورم اینه که خسته کننده میشد. اولین باری که دیدمت یادته تو بهم گفتی سلام و من گفتم ها؟ میدونی من قبلا تو رو ندیدم، یعنی اینکه تو تازه واردی، چون من همه رو میشناسم. خب البته همه رو توی پونیویل هم میشناسم و وقتی تو تازه اومدی یعنی اینکه هنوز کسی رو ندیدی که باهاش دوست بشی و وقتی کسی رو نداری که باهاش دوست بشی تنها میمونی. برای همینم من خیلی ناراحت میشم. برای همینم یه فکری با خودم کردم چرا برات یه مهمونی نگیرم تا همه رو ببینی و دوست پیدا کنی. حالت خوبه عزیزم؟ وای اون داره از خوشحالی گریه میکنه. سس تند. چیه؟ خوشمزه. جوانای پینکی پای داره پینینتیل بازی میکنه. میخوای بیای؟ نه وای همه اسبای این شب دیوونن. میدونی ساعت چنده؟ هشت روز جشن تابستونه خورشیده. اگه بخوابی نمیتونی ببینی که پرنسس خورشید تو آسمون میاره ها. باید خوش بگذرونی تو هلا. این یه مهمونیه. فکر میکردم اینجا وقت دارم تا راجع به عناصر هماهنگی یاد بگیرم، اما احمق بودم. همه این دوست پیدا کردنهای احمقانه باعث شد وقتم تلف شه. افسانه گفت تو روز 1000 اون با کمک ستاره ها بیرون میاد و همه جا رو تاریک میکنه و شب ابدی درست میکنه. امیدوارم حق با پرنسس باشه و این فقط یه داستان قدیمی باشه. جانت الان وقتیه که جلو ببینیم. وای چقدر خوبه. پرنسس رو ببینیم. پرنسس میاد. هیجان انگیز نیست؟ شما هیجان زده نشدین؟ خب میدونی من هیچ وقت هیجان زده نشده بودم به جز موقعی که اومدم شهر. میدونی منظورم اینه که خیلی عالیه. خانم ها و آقایون، به عنوان شهردار پونیویل این باعث افتخار بنده است که شروع جشن تابستانی رو به همه شما تبریک بگم. به زودی شاهد جادوی طلوع آفتاب میشین و این روز رو به عنوان بلندترین روز سال با هم جشن میگیریم. و حالا باعث افتخار منه که رئیس شهرمون رو بهتون معرفی کنم. اسب کوچولویی که خورشید و ماه رو برای ما هدیه آورد. بهترین، باهوشترین و به وجود آورنده همه هماهنگی ها در کهکشان‌ها، پرنسس سلستیا. این خیلی بده. همگی آروم باشین لطفاً. حتما دلیل قانع کننده‌ای وجود داره. من عاشق قایم موشکم. قایم شده؟ اون نیست. نیست.
اسمای دوست داشتنی من، مدت زیادیه که شماها رو ندیدم. شماها کوچولوهای دوست داشتنی هستین که عاشق خورشیدی. با پرنسس ما چی کار کردی؟ چرا تو به من اعتماد نداری؟ تو نمیدونی من کیم؟ بازی حد زدن. هوکی اسمون نظر راجبه کوین من چیه؟ نه بلکستو. حالا که من 1000 سال تو زندون بودم همتون منو یادتون رفته. شما سراغ افسانه ها رو نگرفتین؟ نشونه ها رو ندیدین؟ من خوندمشون و میدونم تو کی هستی. تو اسب توی ماه هستی، نایتمر مون. خب بالاخره یکی منو میشناسه، پس اینم باید بدونین که من اینجا چی کار میکنم. تو اینجایی که این روزو یادتون باشه با همتونم. از این به بعد تاریکی همیشه باقی میمونه برای همیشه.